به نام خالق تریاک با ادامه گزارش پیکنیک بال در خدمتتون هستم. رقابت آغاز میشه. بازی کاملا غیر دوستانه است. ورزشی که پس از صرف تریاک خیلی میچسبه و برای سلامتی مضره. بازیکنها خیلی باید دقت کنن چون هر یه اشتباه منجر به ضربه مغزی حریف میشه. رقابت بسیار تنگ و تنگ داره ادامه پیدا میکنه. ببینیم امتیاز اول نصیب که خواهد شد و بله آبشار میزنه. امتیاز کسب میکنه و پیکنیکو به پشتی میمالونه. شروع مجدد بازی. بله ساعد میزنه. این بازیکن بسیار چغر هست. با پیکنیک دوباره ساعد میزنه مجدداً و اصل بودن جنسشو این بازیکن به رخ میکشه. رقابت ادامه داره. یه اشتباه و بله پیکنیک به فرش میخوره. رقابت مساوی میشه بین این دو عزیز و با در اومدن صدای همسایه پایینی مسابقاتو به پایان میرسه.